فصل ششم. تمام آن سال حیوانات مانند برده کار کردند، ولی از کار خودشان خوشحال بودند. آنها از هیچ گونه فداکاری دریغ نداشتند. خوب می‌دانستند هر کاری را که انجام می‌دهند برای منفعت خودشان و کسانی است که بعد از آن خواهند آمد. نه پوچیست و بیهودگی و نه برای بشر دزدصفت. در طول بهار و تابستان آنها هفته‌ای 600 ساعت کار کردند. در ماه اوت ناپلئون هشدار داد که بعد از ظهرهای یکشنبه را هم باید کار کنند. با اینکه این کار داوطلبانه بود، ولی هر حیوانی که از آن سرباز میزد جیره غذاییش به نصف تقلیل داده میشد. بارده خرمن از سال قبل ناموفق تر بود. قطع زمینی که میبایستی شخم شود به علت تکمیل نبودن دستگاه شخم زنی هنوز شخم زده نشده بود. کاملا میشد پیش بینی کرد که زمستان آینده زمستان سختی خواهد بود. آسیا بادی با اشکالات پیش بینی نشده‌ای مواجه شد. در مزرعه یک معدن غنی سنگ آهن پیدا شده و همچنین مقدار زیادی سیمان و ماسه در خانه‌ها وجود داشت. بنابراین مواد اصلی برای شروع ساختمان در دسترس بود، ولی مشکلی که حیوانات قبلا فکرش را نکرده بودند این بود که چگونه سنگ‌ها را به اندازه مفید و دلخواه بتراشند. اول به نظر می رسید که این کار جز با کلنگ و دیلم امکان ندارد و آن را هم هیچ حیوانی نمی تواند انجام دهد، چون هیچ کدام از حیوانات نمی توانستند به روی دو پای خود بایستند. فقط بعد از چند هفته کار بیهوده، یکی از حیوانات ایده درستی به مغزش رسید، به این صورت که از نیروی کشش و جاذبه استفاده کنند. سنگ‌های ساییده شده عظیم ولی در محلی آنچنان دور قرار داشتند که بتوان آنها را مورد استفاده قرار داد. این سنگ‌ها سراسر بستر معدن را فرا گرفته بودند. حیوانات به دور آنها طناب می‌بستند و سپس همیگیشان، گاوها، گوسفندها و حیوانات دیگری که قادر بودند طناب را بکشند، سنگ‌ها را به آرامی و مأیوسانه تا سراشیب می‌کشیدند و سپس آنها را از آنجا به پایین فرو می‌غلتانیدند. بر اثر غلتیدن از بالا، سنگ‌ها خرد شده و به قطعه‌های مورد استفاده تقسیم می‌شدند. در این کار سخت در مواقع بحرانی خوک‌ها هم شرکت داشتند. پس از این سلسله اعمال، حمل آنها که به قطعه‌های کوچک تقسیم شده بودند در مقام مقایسه آسان‌تر بود. اسب‌ها آنها را با گاری می‌بردند. گوسفندها دانه دانه حمل می‌کردند. حتی موریل و بنیامین سهم خودشان را با یک نوگاری دستی که از مزرعه پیدا کرده بودند می‌بردند. برای پایان تابستان به مقداری کافی سنگ جمع‌آوری و انبار شده بود. سپس کار ساختمان تحت مدیریت خوک‌ها شروع شد، ولی کاری کند و بیگاری مانند بود. غالباً برای حمل یک قطعه سنگ ساییده شده به بالای معدن یک روز وقت گرفته میشد و گاهی که سنگ را از پرچین به بالا می بردند به پایین می افتاد و خورد می شد. بدون باکستر رسیدن به آرزوهایشان غیر ممکن بود، چون قدرت بدنی او تقریباً معادل قدرت بدنی تمام حیوانات دیگر بود. وقتی که سنگی رها می‌شد و در حال سقوط بود و در آن لحظه که حیوانات با جیغ و داد خودشان را کنار می‌کشیدند، این باکستر بود که با نیروی فوق‌العاده طناب را می‌کشید و سنگ را نگه می‌داشت. با دیدن او که چنان زحمت می‌کشید در سرازیری که سانتیمتر به سانتیمتر حرکت می‌کرد، نفسش که تند تند میزد، پنجه‌هایش که در زمین فرو میرفت و کپل‌هایش که خیس عرق میشد، همه‌شان با ستایش و غرور تحسینش میکردند. کلاور گاهی اوقات به او هشدار میداد که زیاد به خودش فشار نیاورد، ولی باکستر هرگز به او توجه نمیکرد. جواب او برای تمام سؤالها این دو شعار بود: من سخت‌تر کار خواهم کرد و رفیق ناپلئون همیشه راست میگوید. او با جوجه خروسی توافق کرده بود که نیم ساعت یا 45 دقیقه زودتر از دیگران او را بیدار کند.
در وقت اضافیش او به محل معدن می‌رفت، قطعات بزرگ سنگ را جمع‌آوری می‌کرد و آنها را به محوطه آسیابادی ناتمام می‌کشید. به حیوانات در تمام طول تابستان بد نگذشت. به نسبت کار سخت و طاقت‌فرسایشان، اگرچه از زمان جونز به بعد غذایشان کافی نبود ولی بد نبود. اندیشیدن به اینکه خودشان به اندازه خودشان غذا داشته باشند، نه اینکه از انسان‌های اسرافکار حمایت کنند و به آنها غذا برسانند، مایه خوشیشان بود که از آن مهمتر برایشان قابل تصور نبود. در پاره‌ای از موارد متد کار کردنشان بیش از حد مؤثر بود. مثلا کارهایی از قبیل علف کنی برای انسان مشکل و طاقت فرسا بود، ولی برای حیوانات نه. دیگر اینکه چون حیوانات دزدی نمی‌کردند، احتیاج به کشیدن نرده بین مزارع قابل کشت و محل سکونتشان نبوده و این خود باعث می‌شد که نیروی حیوانیشان جهت کشیدن نرده از بین نرود و نگهداری و تعمیر آن نیز هزینه‌ای برایشان نداشت. ملاحظا با تمام شدن تابستان، کمبودهای پیش‌بینی نشده متفاوتی را احساس می‌کردند. آنها به روغن پارافین، میخ، ریسمان، بیسکویت برای سگ‌ها و نعل اسب احتیاج داشتند که هیچ کدامشان را نمی‌توانستند در مزرعه فراهم کنند. بعدها احتیاجشان به دانه جهت کشت و کود مصنوعی و وسایل و ابزار مختلف و بالاخره ماشین برای آسیاب‌بادی بود. چگونه میبایست فراهم میشد کسی قادر به تصور آن نبود. صبح یک روز یکشنبه، وقتی حیوان‌ها برای گرفتن دستورات هفتگی اجتماع کردند، ناپلئون به آنها توجه داد که او تصمیم جدیدی گرفته است. از این به بعد قلعه حیوانات به تجارت و معامله با مزارع همسایه اقدام خواهد کرد. البته نه به منظور تجارت، بلکه برای تهیه مواد و لوازمی که به فوریت وجودشان لازم است. او گفت احتیاجات آسیابادی باید هر چیز دیگری را تحت شعاع خود قرار دهد و ترتیبی باید داد تا مقداری از محصول گندم سال جاری مزرعه را به آنها بفروشد و اگر بعدها احتیاج شد و پولی لازم شد، این کمبود پول را با فروش تخم مرغ جبران کنند، چون برای آن در ویلینگدون همیشه بازار وجود داشت. ناپلئون سپس گفت مرغ‌ها باید با فداکاری مخصوص این کار را جهت ساختمان آسیابادی انجام دهند. یک بار دیگر حیوانات متوجه اوضاع نگران کننده و مبهم شدند. نداشتن هر گونه معامله با انسان، شرکت نکردن در تجارت، عدم استفاده از پول. آیا اینها همانهایی نبودند که بعد از اخراج جونز تصویب کرده بودند؟ تمام حیوانات تصویبات گذشته را خوب به خاطر داشتند یا حتی فکر می‌کردند که آن را به یاد می‌آورند. چهار بچه خوک که به فسخ مواد تصویبی اعتراض کرده بودند و با ترس صدایشان در می‌آمد، با غرش خشمگینانه سگ‌ها خاموش شدند. سپس طبق معمول گوسفندها شروع کردند به سر دادن 4 پا خوب 2 پا بد و با این شعار ناراحتی و التهاب زودگذر آرام شد. سرانجام ناپلئون پاچه‌اش را به علامت سکوت بالا برد و توجه داد که او ترتیبات لازم را داده. در این مورد احتیاجی نیست که حیوانات خودشان با انسان‌ها تماس بگیرند، چون این موردی است که باعث اشتیاق هیچ کدام از دو طرف معامله نخواهد شد. او بار سنگین این کار را به روی شانه‌های خود قبول کرده بود. شخصی به نام آقای ویمپر که یکی از مشاوران حقوقی ویلینگدون است، موافقت کرده که بین مزرعه حیوانات و دنیای خارج از آن نقش میانجی و واسطه را انجام دهد. او هر روز دوشنبه صبح به مزرعه می‌آید تا دستورات کار خودش را بگیرد. ناپلئون سخنان خود را با جمله همیشگی زنده باد قلعه حیوانات خاتمه داد و بعد از آن سرود جانوران سرزمین ما خوانده شد و سپس حیوانات متفرق شدند. بعد از این جریانات اسکویلر گشتی در مزرعه زد و خیال حیوانات را راحت نمود.
او به حیوانات اطمینان داد که تصویب این مورد که حیوانات نباید در تجارت شرکت کرده یا از پول استفاده کنند هرگز صورت نگرفته و حتی هرگز پیشنهاد نشده. این ممکن است تصور غلط و باطلی باشد که اسنوبال آن را منتشر کرده. عده‌ای از حیوانات هنوز خفیفانه مشکوک به نظر می‌رسیدند، ولی اسکویلر زیرکانه پرسید: رفقا، آیا اطمینان دارید که خوب نمی‌بینید؟ آیا مدرکی هست که این تصویب را نشان بدهد؟ آیا آن در جایی نوشته شده است؟ زمانی که حیوانات فهمیدند که چنین چیزی وجود ندارد، شروع به خوشحالی کردند و نادم بودند از اینکه اشتباه می‌کردند. هر دوشنبه آقای ویمپر از قلعه بازدید می‌کرد. او مردی موذی و کوتاه‌قدی بود که خط ریشی پهن داشت، یک مشاور حقوقی که کارهای معاملاتی نیز انجام می‌داد. او به قدری زرنگ و فرز بود که به زودی فهمید قلعه حیوانات برای انجام معاملات خود احتیاج به یک دلال دارد و کار دلالی هم کار پرارزشی است. حیوانات رفت و آمد او را با نوعی ترس مشاهده می‌کردند و تا حد امکان از او کناره می‌گرفتند. با وجود این، در مقابل ناپلئون دستور دادن به ویمپر که روی دو پا می ایستد احساس غرورشان را تحریک می کرد و آنها را با ترتیبات جدید وفق می داد. بستگیشان به نوع بشر نسبت به زمان قبل بسیار فرق کرده بود. در قلعه حیوانات علیرغم اینکه راه یافتن در آن به منزله کامیابی بزرگی بود، بی نهایت تنفرآمیز نیز بود. تمام انسان‌ها معتقد بودند که قلعه دیر یا زود ورشکست خواهد شد و کار آسیاب بادی اشتباه است. آنها در اجتماعات از این صحبت می‌کردند که بنای آسیاب بادی سقوط خواهد نمود و یا اگر سقوط نکند با وجود این هرگز کار نخواهد کرد. برخلاف خواسته‌شان، آنها از اینکه حیوانات این لیاقت را دارند که کار خودشان را انجام دهند به آنان احترام می‌گذاشتند. یکی از نشانه‌ها این بود که دیگر آنها به تدریج مزرعه را به نام قلعه حیوانات تغییر دادند و از گفتن مزرعه انسان خودداری می‌کردند. همچنین خاطره قهرمانی جونز نیز محو شد، چون او زمانی امیدوار بود که مزرعه‌اش را مجدداً تسخیر کند، ولی اکنون در ناحیه دیگری از مملکت زندگی می‌کرد. به جز مورد ویمپر که هنوز رابطه قلعه حیوانات با دنیای خارج بود، شایعاتی نیز در مورد اینکه ناپلئون در نظر دارد که وارد یک معامله با آقای پیلکینگتون از فاکس‌وود یا آقای فردریک از پینچفیلد شود به گوش می‌رسید. در همین زمان بود که خوک‌ها ناگهان به ساختمان مزرعه که زمانی به جونز و مردان او تعلق داشت رفتند و در آنجا مسکن گرفتند. دوباره به نظر می رسید حیوانات به یاد آورده باشند که لایحه‌ای بر این جریان تصویب شده و باز هم اسکویلر قادر است آنها را متقاعد نماید که این مورد درست نیست و اعتراض آنها بی‌مورد است. اسکویلر گفت: به درستی این لازم و ضروری است. خوک‌ها که مغز کار هستند بایستی محل آرامی برای کار و استراحت داشته باشند. همچنین این محل درخور و شایسته برای رهبر از دیرباز ناپلئون را رهبر می‌نامیدند است که در آن زندگی کند، چون رهبر نباید در آغل زندگی کند. ملاحظا عده‌ای از حیوانات از اینکه شنیده بودند خوک‌ها علاوه بر اینکه غذای خودشان را در آشپزخانه می‌خورند و از اتاق نشیمن برای تفریح و سرگرمی استفاده می‌کنند و در رخت خواب‌ها می‌خوابند، ناراحت و آزرده شده بودند. باکسر طبق معمول با گفتن حق با رفیق ناپلئون است از این موضوع گذشت، ولی کلاور که مطمئن بود در مورد رخت خواب لایحه‌ای تصویب شده به داخل طویله رفت و سعی می‌کرد که این معمای لایحه چهارم را حل کند. او نتوانست جز چند کلمه اول را بخواند، بنابراین رفت و موریل را آورد. به موریل گفت: موریل، لایحه چهارم را برای من بخوان. آیا چیزی در مورد اینکه حیوانات نباید در رخت خواب بخوابند نیست؟ موریل آن را به اشکال خواند. در آنجا نوشته
هیچ حیوانی نباید در بستر بدون ملافه بخوابد. کلاور به خاطر نمی آورد که در لایحه 4 درباره ملافه هم چیزی گفته شده باشد، ولی خب چون روی دیوار نوشته شده پس باید همونطور باشد. اسکویلر که اتفاقاً در این لحظه از آنجا عبور می کرد و 3 سگ قوی از او محافظت می کردند، قادر بود هر قضیه‌ای را برای آنان روشن کند. او گفت: رفقا، شما این را شنیده اید که خوک‌ها در بستر می‌خوابند؟ چرا نه؟ شما مطمئناً تصور نکرده اید که در آنجا حکمی بر علیه بستر صادر شده؟ یک بستر فقط و فقط محل خواب است. یک کپکا هم در استبل در حکم یک بستر است. کاملا دقت کنید رفقا، قانون بر خلاف ملافه است که ساخته دست بشر است. ما ملافه را از میان رخت خوابها درآورده ایم و بین پتوها می‌خوابیم. گرچه آنها بسترهای راحتی هستند، ولی نه به آن راحتی که مطلوب نظر ماست. رفقا، می‌خواهم از شما بپرسم که قصد برهم زدن آسایش ما را ندارید؟ شما این قصد را دارید رفقا؟ شما نمی‌خواهید که ما آنقدر خسته شویم که نتوانیم از عهده انجام کار برآییم؟ مطلقاً هیچ کدام از شما مایل نیستند تا بازگشت جونز را ببینند. حیوانات در این مورد به او اطمینان مجدد دادند و درباره خوابیدن خوک‌ها در رخت خواب دیگر حرفی نزدند. موقعی که چند روز بعد از آن ماجرا اعلام شد که خوک‌ها 1 ساعت دیرتر از دیگر از حیوانات از خواب بیدار خواهند شد، در آن مورد نیز حرفی زده نشد و شکایتی پیش نیامد. در پاییز حیوانات خسته ولی خوشحال بودند. آنها سال سختی را گذرانیده بودند و با فروش مقداری یونجه و ذرت انبارهای مواد غذایی کفاف زمستان را نمیداد، ولی آسیاب‌بادی جبران آن را می‌کرد. تا این زمان ساختمان آن نیمه کاره شده بود. بعد از خرمن‌کوبی چند روزی هوا خوب و آفتابی شد. حیوانات از همیشه بیشتر زحمت کشیدند. آنها به سختی در مزرعه در رفت و آمد بودند، با این شغل که قطعه‌های سنگ را حمل کنند و با چیدن آن چند سانتیمتر دیوار را بالاتر ببرند. باکستر شب‌ها و روزها 1-2 ساعت از وقت خودش را صرف می‌کرد و با استفاده از نور مهتاب بیشتر کار می‌کرد. حیوانات دیگر در اوقات فراغت دورادور آسیاب بادی نیمه تمام راه می‌رفتند. دیوارهای بلند و عمود آن را ستایش می‌کردند و از اینکه توانسته بودند آن چیز عجیب غریب را بسازند شگفت زده بودند. فقط بنیامین پیر از بروز احساسات درباره آسیاب‌بادی خودداری می‌کرد. با وجود این مثل همیشه چیزی در مورد این گفته مرموز که خرها عمر طولانی دارند بروز نمی‌داد. در ماه نوامبر باد طغیانگر جنوب غربی وزیدن گرفت. کار ساختمان به علت اینکه رطوبت مانع چسبیدن سمنت‌ها میشد متوقف گردید. سرانجام شبی رسید که شدت باد خانه‌های مزرعه را به لرزش درآورد. باد شدید ساختمان‌ها را از پایه می‌لرزانید و باعث میشد آجرها از سقف کنده شده و به داخل طویله بیفتند. مرغ‌ها جیغ زنان از خواب پریدند، زیرا همگیشان تصور کردند که گلوله‌ای از فاصله نزدیک شلیک شده است. صبح روز بعد حیوانات برای پیدا کردن میله پرچم که شکسته و به زمین افتاده و درخت نارون که از ریشه درآمده بود، از آغل‌ها بیرون آمدند. ناگهان با دیدن صحنه که جلوی چشمشان بود فریاد ترسناکی از گلوی هر کدام از آنها خارج شد. آسیاب‌بادی ویران شده بود. از فرط ضعف و استیصال یکی بعد از دیگری به زمین افتادند. ناپلئون که به زور قدم برمی‌داشت به مقابل آنان رسید، به آنجا که ثمره کوشش‌هایشان با خاک یکسان گشته بود. سنگ‌هایی را که آن همه به سختی و دقت بریده بودند همه خرد شده بود. در ابتدا نمی‌توانستند حرفی بزنند. آنها با ماتم و عزا بر سر خرد سنگ‌ها ایستادند. ناپلئون در سکوت شروع کرد به قدم زدن. او قدم می‌زد و زمین را بو می‌کشید. دمش کشیده و منقبض شده بود و حرکت نوسانی آن از این سو به آن سو
نشان دهنده فعالیت فوق‌العاده مغزی او بود. لحظه‌ای برای ترتیب دادن به افکارش مکث کرد و سپس به آرامی گفت: رفقا، آیا می دانید چه کسی مسئول این کار است؟ آیا شما دشمن را که شب به اینجا آمده و آسیاب را منهدم کرده می شناسید؟ و ناگهان با غرش رعدآسایی فریاد زد: اسنوبال! اسنوبال این کار را کینه‌توزانه به خیال اینکه کار ما را به عقب بیاندازد کرده تا به این وسیله اخراج زشت و بدنامش را تلافی کرده باشد. این خائن به حالت خزیده در پناه سیاهی شب به اینجا آمده و حاصل 1 سال کوشش ما را منهدم ساخته. رفقا، اکنون و در اینجا من فتوا می دهم که اسنوبال باید کشته شود. مدال قهرمان درجه دوم حیوانات و نیم پیمانه سیب مال کسی است که او را در این دادگاه حاضر کند و 1 پیمانه پر به کسی تعلق می گیرد که او را زنده دستگیر کند. حیوانات در این خیال که اسنوبال گناهکار این کار را انجام داده ضربه روحی سختی خوردند. به زودی رد پای خوکی را که روی علف‌های نزدیک تپه کشف کردند که در فاصله نزدیکی قرار داشت. رد پا چند متری بیشتر نبود، ولی انتهای آن به سوراخی زیر پرچین می رسید و در آنجا دیگر اثری نبود. ناپلئون رد پا را بو کشید و آن را رد پای اسنوبال دانست. او عقیده داشت که اسنوبال از جهت مزرعه فاکس‌وود آمده است. وقتی که جای پا آزمایش شد، ناپلئون فریاد زد: تأخیر نکنید رفقا، ما کاری داریم که باید انجام دهیم. از امروز کارمان را برای ساختن مجدد آسیاب‌بادی شروع و آن را در زمستان تمام خواهیم کرد. در آفتاب یا باران به هر حال فرقی نمی کند و ما کار خود را انجام خواهیم داد. ما باید به این خائن بیاموزیم که او نمی تواند به این آسونی ما را نابود نماید. به خاطر داشته باشید رفقا، در عزمتان خللی راه ندهید. رفقا به پیش! زنده باد آسیاب بادی! پاینده باد قلعه حیوانات!